درود به همگی، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. اومدیم با قسمت 5 از سری آموزش‌های کاربر حرفه‌ای اوبونتو در خدمت شما و دوستان باشیم. ایمان روشنی هستم، کارشناس امنیت اطلاعات. آقا اومدم توی این قسمت بهتون یاد بدم که خیلی ساده و سریع LVM نصب کنید روی سیستم لینوکسیتون. حالا LVM چیه؟ آقا تا حالا شده مثلا یک هاردی داشته باشی که مثلا 50 گیگه 500 گیگه، بعد دوست داشته باشی یه هارد دیگه رو به این بچسبونی و سیستمت این دوتا هارد رو یه دونه هارد در نظر بگیره، یا اینکه مثلا یه پارتیشنی داری، مثلا هاردت 500 گیگ دیگه، چطوری میتونی یه دونه پارتیشن مثلا 600 گیگی داشته باشی؟ یا مثلا یه سروری اومدی پیاده سازی کردی 1 ترا، بعد میخوای که این 1 ترا رو در آینده بکنی 2 ترا، چی کار میکنی؟ LVM دقیقا میاد همین کار رو میکنه، یعنی با استفاده از ادغام کردن چندین هارد فیزیکی مختلف میاد به تو یک فضایی رو میده که تو میتونی اون فضا رو با ساخت پارتیشن های مختلف بیای استفاده کنی. خب این کاریه که LVM میاد انجام میده. خب نقطه مقابل LVM توی ویندوز چیه؟ استوریج منیج اسپیسه که شما با ساخت یک پول یا یک استخر میای چند تا هارد رو کنار هم دیگه میذاری و از اونجا استفاده میکنی و پارتیشن های مختلف رو میای توی اون بخش میسازی. LVM خیلی کاربردهای مختلفی داره، مخصوصا اونایی که توی بخش حالا سن کار میکنن که تو قسمت بعدی میخوایم در مورد راید هم صحبت کنیم، ولی خب LVM هم هست داخل لینوکس. شما میتونی از LVM برای افزایش ظرفیت هاردت به صورت هوشمندتر استفاده کنی. این کاریه که LVM میاد انجام میده. ما میخوایم الان این کار رو انجام بدیم. یه عکس دارم من، این عکسیه که ما داریم. ببینید بچه‌ها، به صورت پیش‌فرض زمانی که شما دیوایساتون رو یا همون استوریج هارداتون رو میایین بس میکنید، سیستم به صورت SD شناسایی میکنه، مثلا SDA، SDB، SDC، و شما بعدش میای با ساخت یک پارتیشن برای هر کدومش میای این روندی که این قراره به LVM تبدیل بشه رو میای کم کم کانفیگش رو انجام میدیم. ما میریم قدم به قدم به ترتیب عکس از پایین به بالا میایم این کار رو انجام میدیم. اولین کاری که باید بکنی اینه که ببینید چه هاردایی روی سیستمت هستش که با دستور lsplk-dev SD ستاره میای این کار رو انجام میدیم. میبینید که الان من اینجا 3 تا هارد جدید به سیستمم وصل کردم که میخوام اینا رو LVM کنم. خب خیلی راحت با fdisk و دادن آدرس هاردتون و ساخت پارتیشن این کار رو انجام میدید. خب من یه دونه پارتیشن ساختم خیلی سریع و اگر تی بزنم، ال بزرگ بزنم، اینجا میبینید که نوشته LVM 8E، یعنی من الان اینجا 8E رو بزنم تایپش تغییر میکنه و میشه لینوکس LVM. خب برای دوتا دیگه هم همین کار رو انجام میدیم. W میزنم رایت بشه و دستور قبلمون رو میزنیم، ولی این سری با C. N میزنم، T میزنم، 8E میزنم، P میزنم که ببینید اینم ساخته شد. W و بعدی N میزنم، اینتر، چون میخوایم کل فضا رو بدیم به LVM دیگه، برای همین کار میکنیم. 8E P میزنم که ببینید که اینم ساخته شد. حالا باز همون دستور اولی که زدیم رو میزنم که بهتون نشون بدم. میبینید که الان اینجا ما تموم هاردایی که داشتیم برایشون یه دونه پارتیشن ساختیم که همشون LVM. خب عکس رو میارم بالا 2 مرتبه ببینید. ببینید وقتی که شما پارتیشنتون ساختید، پارتیشن ها رو تبدیل به فیزیکال ولیوم کنید. خب ما دقیقا همین کار رو انجام میدیم، ولی قبلش باید شما نرم افزار LVM2 رو نصب کنید که ما با دستور apt install LVM2 این کار رو انجام میدیم که برای من از قبل ساخته شده. خب بعدش میایم چی کار میکنیم؟
بعدش میایم فیزیکال ولیوممون رو چک میکنیم. ببینیم با دستور پی وی دیسپلی میبینیم که الان هیچ فیزیکال ولیومی روی سیستم ما نصب نیست. چجوری میایم این کار رو انجام میدیم؟ یعنی نصبش میکنیم. پی وی کرییت مسیر dev stb1 dev stc1 dev std1. پارتیشن هایی که ساختم رو بهش میدم، همشون الان شدن فیزیکال ولیوم. بعدش میای چی کار میکنیم؟ بعدش میای یه دونه ولیوم گروپ مشخص میکنیم. پس میایم ولیوم گروپ مشخص میکنیم. چجوری؟ با وی جی دیسپلی میبینیم که هیچ ولیوم گروپی نداریم. خب دقیقا مثل همین دستوری که برای پی وی زدیم برای وی جی هم میزنیم، یعنی کرییت میکنم. چون گروه داریم میسازیم پس باید گروه یه اسمی داشته باشه دیگه، درسته؟ پس من اینجا اسم بهش میدم، میگم LVM تست و همون فیزیکال ولیومایی که ساختیمون بهش میدیم STB1 dev STC1 dev STD1. میبینید که اینا رو هم ساختیم. اینتر رو که بزنید کرییت میشه. الان همون دستور دیسپلی رو بزنم وی جی دیسپلی، میبینید که اینجا به من یه دونه ولیوم گروپ جدید داد که الان اینجا 60 گیگ تقریبا فضا داره که من میتونم از این 60 گیگ برای اون پارتیشنی که میخوام استفاده کنم. پارتیشنی که اینجا میسازی اسمش دیگه پارتیشن نیستش، اینجا اسمش میشه چی؟ بریم ببینیم. ببینید لاجیکال ولیوم دقیقا همون پارتیشنی هستش که شما میخوای استفاده کنی. مثلا من به صورت معمولی اگه میخواستم پارتیشن بسازم فقط میتونستم یه دونه پارتیشن 20 گیگی بسازم. الان با این حالت یه دونه لاجیکال ولیوم آوردم بالا که میتونم حتی 25 گیگ 30 گیگ تا 60 گیگ میتونم پارتیشن بسازم. خب ما پارتیشن رو میسازیم چجوری؟ اینجوری. LV دیسپلی رو بهتون نشون بدم که هیچی نداره. خب LV create اسم بهش میدیم داش نیم، اسمشو میذارم فیلم و بهش سایز میدم سایز و اینجا میگم که مثلا 25 گیگابایت فضا باشه و از کجا بگیره؟ LVM تست اینتر. میبینید که ساخت. الان من همون دستور LVM دیسپلی بزنم، میبینید که الان برای من ساخت یه دونه لاجیکال ولیوم برای من ساخت به اسم فیلم که اینجا تو این مسیر dev LVM تست، اسمش که اینه، گروهش اینه، بعد UUIDش اینه و فضایی هم که داخلش داره 25 گیگه. میبینید که الان خیلی قشنگم برای من ساختش. به نظر شما از این میتونم استفاده کنم؟ No God please no no no. خیر. چرا؟ چون هنوز اینجا ما چیزی به نام فایل سیستم نداریم. پس بعد اینکه لاجیکال ولیوم اومدی ساختی یا LV رو اومدی ساختی، الان باید فایل سیستم رو روش نصب کنی. پس ما یه فایل سیستم بهش میدیم mkfs.ex4 مسیرش هم دقیقا همینه، این و اینو بهش میدم اینتر میزنم. میبینید که الان فایل سیستممونم روش نصب شد. الان میام چی کار میکنم؟ بچه شما با دستور mkdir توی مثلا مدیاتون میتونید یه دونه پوشه مثلا بسازید، چون ما داریم مثلا من این قراره برای شخص خودم باشه. خب مثلا من یه دونه پارتیشن فیلم میخواستم، یه دونه پارتیشن آهنگ میخواستم، یه دونه پارتیشن نمیدونم عکس میخواستم، یه دونه پارتیشن داکیومنت مثلا میخواستم، هر چیزی خواستم و میام توش پوششو میسازم که زمانی که میخوام مانتج کنم این بره اونجا و از اونجا دیگه اون فضا رو برای اون قسمت استفاده کنم. الان مثلا من اینجا مدیا یه دونه فیلم میسازم، خب که حالا من از قبل ساختم اینجا میگه هست. خب و چیکار میکنم؟ با دستور مانت مسیری که از قبل برای این لاجیکال ولیومی که داریم یا LV که داریم رو بهش میدیم و اینجا میگم که بره توی مدیا
و فیلم. اینجا الان میزنم DF که بزنم میبینید که یه دونه فضای 25 گیگی خوشگل برای این مسیر ساخت. الان من CD بزنم، مدیا برم، فیلم، میبینید که دقیقاً الان توی اون فضایی هستم که 25 گیگه. حالا اگر ما بخوایم که این 25 گیگ رو بکنیمش 30 گیگ یا 30 گیگ رو بکنیمش 25 گیگ، یعنی من این فضا رو زیاد کنم یا کم کنم، چیکار میکنم؟ خب اولین کاری که شما باید بکنید اینه که اینو باید آنمانتش کنید، یعنی ما از حالت مانت یا وصل شده درش بیاریم. ببین مثلا تو ویندوزا خب اگر مثلا هاردی چیزی وصل باشه، شما بیای روی اینجا روی این گزینه مثلا بزنین اجکت میشه دیگه، درسته؟ اجکت میشه. اینجا هم دقیقاً همینه. شما میتونی اینجا هم باید بیای اون هاردی که وصل کردی، اون چیزی که وصل کردی رو اجکتش کنی یا آنمانتش کنی. خب من میام اینجا چیکارش میکنم؟ با دستور umount و دادن این مسیر، دقیقاً همینی که اینجا داریم، اینتر میزنم. خدا بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه. خب چرا الان بیزیه؟ چون ما الان داخل پوشه. من CD میزنم، میام بیرون، 2 مرتبه دستور رو میزنم. خب میزنیم، میاد بیرون، تموم میشه. الان DF بزنم میبینید که ما الان دیگه همچی چیزی رو اینجا نداریم. خب اینو میزنم. الان چه کار میکنیم؟ با دستور LV extend میام چیکار میکنم؟ دش ال بزرگ میزنم، مثبت میذارم، 5 گیگ به چی میدم؟ به اینی که اینجا داریم، یعنی مسیری که داشتیم. اینو میذارم جلوش دقیقاً و اینتر رو میزنم. میبینید که الان این شد 30 گیگ. یعنی من اینجا الان بزنم LV دیسپلی، میبینید که فضای فیلم ما شد الان 30 گیگ. خب حالا من اگه بخوام اینو کمش کنم، مثلا میخوام یه پارتیشن جدید دیگه بسازم، دوست دارم که آقا به اون پارتیشن مثلا 30 گیگ بدم، اون موقع چی کار میکنم؟ اون موقع میام دقیقاً همین دستور سویچش، ولی اینجا چی کار میکنی؟ اینجا میای ردیوس میای میکنی و اینجا به جای مثبت منفی میکنی. پس میشه چی؟ LV ردیوس دش L منفی 5 گیگابیت، مسیری که به عنوان LVM دادی. اینتر که بزنی ازت یه سوال میپرسه، میگی بله میخوام انجام بشه. الان باز من اینجا دیسپلی بزنم، میبینی که الان اینجا شده 25 گیگ، اینجا بود 30 گیگ، الان شده 25 گیگ. خب این هم از این. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید، براتون خیلی ساده و روان بوده باشه، کامل تونسته باشید که با LVM ارتباط برقرار کرده باشید و هر وقت دلتون میخواد LVM تون رو روی سیستمی که لینوکسیتون هست، حالا میخواد سرور باشه، میخواد دسکتاپ باشه، بسازید. ممنون که همراه من هستید. خیلی خوشحال میشم که این چنل رو حمایت کنید که به 1000 سابسکرایب برسه. خیلی ممنون میشم که پستای منو لایک کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد با دیگران به اشتراک بذارید و منو حمایت کنید. دمتون گرم که همراه من هستید. خدا نگهدارتون.